یه نفر عشق دوربین معروف به آقای دوربینی میاد توی جلسات آقای قرائتی. آقا کینکی هستی؟ پاشو برو اینجا. اومده دوربین بازی کنه. پاشو برو بیرون. برو بیرون. از 100 دفعه تو تلویزیون دیدمت. یه جا باشه پیدا نباشه ایشون. پشت پایش بهشونید. با اینکه قرائتی بعدش معذرت خواهی کرد، اما میخوام یه درس بگیریم از سنت رسول الله علیه السلام با توجه به این اخلاق مخالف سنت. به قول معروف ادب است که آموختی از بیادبان. رسول الله علیه السلام به وسیله وحی اسامی منافقین مدینه را داشت، یعنی دشمنان سرسخت خودش، اما هیچ وقت سرور علیه السلام نگفت که ای منافق، تو منافقی، برو از جلسه بیرون، برو از مسجد بیرون. هیچ وقت. حتی رسول الله علیه السلام بعد از اینکه عبدالله ابن ابی سردسته منافقین، کسی که مطمئن بود منافقه، مرد، پسر عبدالله که مؤمن بود اومد و از رسول الله خواست که روش نماز بخونه، با اینکه رسول الله علیه السلام نماز نخوند و گفت یه نفر دیگه بخونه، اما هیچ وقت حتی بعد از مرگش نگفت اون منافق بود، من روش نماز نمیخونم. علیه السلام.